عبدالله راهنما دوستتان که در بسیاری از چوربینی‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت میکرد و عبدالله راهنما سوال داده است. اینجا درباره گپش هست. ماشاءالله بهترین تبریک میکنم. سوال نداده است. او گپش رو من اینجا اقتباس میبرم. نه خب من فکر کردم سوال داده است. تبریک کردم. دو کتاب هم در دو کتابش هم دو کتابی از کتاب‌های اولین عبدالله راهنما هم به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بخشیده شده است و درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و گفتم ممکن است که عبدالله راهنما را هم همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مشهور کرده است. شاید خطا نکنیم. در یک برآمدش در همون تالار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این یعنی چی؟ یک ایده قوی در دست قوم ضعیف. یعنی عبدالله راهنما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یک ایده قوی ملی اعتراف کرده بود با این گپ خودش و تنها گفته بود که برای عملی کردن این طرح قوی شما ضعیفید. انکن شما چی فکر دارید؟ من نمیدونم حالا عبدالله راهنما با این فکرش هست یا نیست نمیدونم، لیکن ببینید اگر ایده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قوی بود چرا حالا به یعنی اگر حکومت تیم قوی است و ایده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایده قوی است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایده قوی داشت ولی خودش ضعیف بود. این گفتنی گپ است که اگر انتونی میشه گیریم حکومت قوی است لیکن ایده ضعیف دارد، پس برای چی همین ایده قوی به تیم قوی توسعه داده نمی شود؟ بسیار سوالی خوب. ببینید من اینجا خواستم نوت بگیرم چون چند سوال در داخل همین سوال بود. اولش که من 100% به همین جمله عبدالله راهنما موافق بودم و هنوزم هستم. من فکر نمیکنم که منظور از فکر عبدالله راهنما این که ایده قوی منظور فقط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. منظور از ایده قوی احتمال زیاد دارد، اگر خودش باز در اگان جای دیگر باز شرح بتید، منظور ایده اسلام بود. یعنی خود اسلام همچون ایده قوی در اختیار یک گروه ضعیف قرار دارد. منظورش از گروه ضعیف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همین کادرها بود. اما من چرا میگم که به این فکر عبدالله راهنما 100% راضی بودم و هنوزم هستم، نوابسته از آن که عبدالله راهنما دیروز چی موقع داشته این روز چی موقع دارد، چون بالاخره بعضی حرفای درست و سالم از بعضی انسان‌های مثل دوستی ما عبدالله راهنما بیرون میآید و این رو نباید نادیده گرفت. خود اسلام همچون عقیده، همچون ایده، همچون فلسفه و همچون دین نه تنها در اختیار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا من محیدین کبیری یا استاد نوری باشد در اختیار یک گروه ضعیف قرار میگیرد. در اختیار دلخواه حزب سیاسی که قرار گرفت، این همون فرمولای عبدالله راهنما می شود که همین ایده قوی، شما همین ایده قوی را در اختیار دلخواه حزب سیاسی بدهید، همین ایده گرانی میکند برای یک حزب سیاسی. دین مبین اسلام به اندازه فراخ است، بزرگ هست، وزنین هست که حتی 10 حزب سیاسی، همه حزبای سیاسی تاجیکستان را جمع آوری کنید و این دین مبین اسلام را بر دوش آنها بگذارد، بازم سنگینی میکند، بازم برداشته نمیتوانند، زیر فشار این وزن نابود خواهند شد. دلخواه حزب اسلامی، من این را حالا همچون رئیس حزب عمل کننده اسلامی به شما گفته ایستادم، دلخواه حزب اسلامی وقتی که به خودش مسئولیت اسلام را میگیرد، در برابر این مسئولیت سنگین مثل یک یک چهارمغزی را میماند که در زیر فشار یک خرسنگ، یک کوه پچق خواهد شد. همین بود که استاد مرحوم سید عبدالله نوری خودشون این را درک کردند و منم این را در تاجیکستان درک کرده بودم که ما باید مسئولیت برداشتن وزن دین مبین اسلام بر دوش همه ملت بگذاریم. باید
منظورم از ملت مسلمان ها، چون یک مثلا هموطنی زردشتی ما یا اتئیستی ما نمیتواند مسئولیت دین مبین اسلام رو به دوش بگیرد. برای مثال امروز مسئله حجاب پیدا شد. این مسئله یک حزب است یا مسئله اسلام و همه مسلمانان؟ این مسئله، این مشکلی همه مسلمانان هست و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حتی در اوج قدرت هم باشد به تنهایی نمیتواند این وزن را به دوش بگیرد و از عهده این کار برآید. منظور عبدالله رهنما، اگر من او را همچون یک سیاست شناس و یک فیلسوف فهمیده باشم، همین است و من به این قناعت رسیدم خودم که احزاب سیاسی که یا ساختارهای سیاسی که مسئولیت یک دین را به دوش میگیرند، در اولی کار، در شروع کارشان از دین استفاده میکنند، فایده میبرند. مردم به خاطر دین با آنها رأی میدن، همون طوری که مردم به خاطر دین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را کمک کرد، پشتیبانی کرد، به خاطر حزب جهاد کردند، به خاطر حزب اعضا حقی میدادند و اعضای حزب میشدند. این در اولی کار است، اما بعد یک زمان میرسد که شما نه تنها باید از حزب، از اسلام استفاده برید، بلکه باید که به اسلام خدمت کنید، کمک کنید و مسئولیت دین مبین اسلام را داشته باشید. اینجا بعد میبینید که شما در برابر اون حجم مسئولیت کم آوردید و اینجا است که بعد مشکلی احزاب اسلامی شروع میشد. شاید یک نفر بیاد بگه که چگونه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این حرفا را زده ایستاده است و هنوز خودش هم باز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت کرده است، برای چی نمیبندد؟ در اینجا تناقض وجود دارد. نه دوستان عزیز، هیچ گونه تناقض وجود ندارد. رهبریت حزب را درک کرده بود، درک کرده است و برای همین دست به اصلاحات زد که استاد نوری وقت عجل امان نداد. خود من را حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت نداد که این روند را در یک مسیر قانونی در تاجیکستان عملی کنم، چون از این میترسیدند و نمیخواستند این روند طبیعی به یک انجام منطقی برسد. اما امروز وقتی که برادران من در زندان هستند به خاطر همین حزب زندانی شدند، آیا من حق دارم که در خارج بدون مشورت با آنها این مسئله خیلی هم مهمی سیاسی و تاریخی را حل کنم؟ به هیچ وجه. برای همین من در اولین ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هجرت گفتم که این موضوع را ما الان میبندیم، بحث این موضوع را تا زمانی که برادران زندانی ما آزاد شوند، ما در مشورت یک جای با آنها این مسئله را حل خواهیم کرد ان شاء الله. اما منظور رهنما فکر میکنم همین بود. و حالا چند جمله درباره خود، نمیخوام درباره شخصیت دوست و برادرم رهنما، اگرچه ایشان شاید دیگر مرا دوست و برادر ندانند، اما من در اساس همون مناسبت‌های قبلی میگم. متاسفانه ایشان از جمله افراد آگاه و بیدار ملت هستند که در تاریخ دلخواه ملت‌ها این گونه افراد بودند. این گونه افراد با دانش خود، با سواد خود می توانند گاه سیاه را سفید معرفی کنند، گاه سفید را سیاه معرفی کنند. این گونه افراد در تاریخ آلمان فاشیستی در رکاب هیتلر بودند. خیلی هم سیاست‌های جنایتکارانه هیتلر را سفید می‌کردند، تابش علمی می‌دادند، تابش منطقی می‌دادند. در خدمت چنگیزخان هم بودند، در خدمت امیرعلی خان هم بسیار از تاجیکان و متفکرین ما بودند، از اهل بخارا، سمرقند، از منطقه‌های دیگری بخارا. و این عبدالله رهنما و رهنماها در تاریخ ملت‌ها، دولت‌ها چیزی پدیده تازه و یگانه نیست. من امیدوارم که این را درک خواهند کرد و برمیگردند به همون عبدالله که، به همون رهنمایی که واقعا می آمد در دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تنقید میکرد و میگفت که این عقیده بزرگ در دست، این عقیده قوی در دست یک گروه ضعیف است و همون گروه ضعیف که من رهبرش بودم این حرفا را از تالار گوش میکردم. باز همین عبدالله رهنما را باز دعوت میکردم، میگفتم بیا این تنقیدهایت را باز بیشتر کن. بله، در حزب ما بودن کسانی که به این صحبت‌های عبدالله رهنما و مثل عبدالله رهنما کسانی که ما را از منبری ما تنقید میکردن
واکنش منفی میکردن، ناراحت میشدن، حتی زیدش صحبت میکردن. اما رهبریت حزب از آن جمله خود من باز عبدالله راهنما را دعوت میکردم، منبر میدادم و خواهش میکردم که بیاید این صحبتایش را علیه حزب ما کند، ما را اصلاح کند، چون ما نیاز به این گونه صحبتات داشتیم و هنوزم داریم. هنوزم عبدالله راهنمایی که من گوش میکنم صحبتش را، با وجود آن که مثل همون ملاهای تبلیغگر پروپاگاندیست که از منبر پیامبر اکرم در خدمت سیاست‌های ضد دینی هستند، عبدالله راهنما با همون واژه‌ها و عباره‌های ملی، با همون کلمه‌های زیبای دولت محوری، ملت محوری، همون طوری که این ملاها با آیات و حدیث دیندارا را فریب میدهند، عبدالله راهنما هم دقیقاً مثل همین پروپاگاندیست‌ها با همین واژه‌ها و عباره‌ها دارد ملت را فریب میدهد. من بین عبدالله راهنما و بین اون علمایی که سواد دینی هم دارن در مسئله فریب امت و فریب ملت هیچ فرقی را نمیبینم. اما امیدوارم که یک روز فرا میرسد که عبدالله باز یعنی واقعا هم حالا با هر دلیلی که نزد خودش هست باز کوشش میکند که همون علم و فهمش را، دانشش را که واقعا علم و دانش دارد در خدمت